منبع مختلف نزدیک به مرکز تاجیکان شهر مسکو، سازمانی که حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک عزت امان تا استردادش به تاجیکستان رهبری میکرد، به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که محمد ایگاموف یکی از نفران نزدیک به عزت امان و از کارمندان فعال مرکز تاجیکان مسکو بازداشت شده است و در سزای رقم 4 مدوید در منطقه مدویدوف که پایتخت روسیه نگاه داشته می شود. یک همصحبت بامداد گفت به احتمال غالب محمد ایگاموف را نیز به مثل عزت امان از شهروندی روسیه محروم گردانیده سپس به تاجیکستان میفرستند. قبلا گزارش شده بود که بعد استرداد عزت امان مقامات در تاجیکستان به خویشاوندان ایگاموف که در مسکو تجارت موفق خانه فروشی داشت فشار آورده ایستادند و طلب دارند که او با اختیار خودش به دوشنبه بیاید و به سوالهای مقامات جواب دهد. روز 14 نوامبر ادوکات شناخته شورت قدرتوف و سهراب جهان دو کارمند دیگر مرکز تاجیکان نیز تصدیق کردند که درباره احتمال به تاجیکستان بردن آنها و دیگر افرادی که در مسکو با عزت امان همکاری داشتند از منبع‌های موثق خبرهای به دستشان رسیده است. شورت قدرتوف گفت در مورد او حتی احتمال زدند که به تاجیکستان بردن شاید در یکان 10 روز آینده صورت بگیرد. بختاور جمعیف یک حامی دیگر حقوق مهاجران تاجیک در مسکو که نیز قبلا با مرکز تاجیکان عزت امان همکاری میکرد در صحبت در این باره خودداری کرد ولی اقرار کرد که تلفن‌هایش را گوش میکنند. چند نفر دیگر از آنهایی که با عزت امان در گذشته همکاری داشتند نیز در صحبت با بامداد از دورنمای تیره سرنوشت خود شکوه کردند و گفتند که به ملاحظه‌های بی‌خطری حال خود را پنهان کردند و راه‌های از روسیه برآمدن و پناه بردن به کشورهای امن‌تر را می‌جویند. عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک ماه مارس از شهروندی روسیه محروم گردانیده شد. به طور مرموز از مسکو غیب زد. روز بعد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که عزت امان در دوشنبه بازداشت شده است و به قلابی عیبدار می شود. ماه اکتبر در حالی که انتظار می رفت عزت امان را بر اساس عفو آزاد کنند، پرداخت نشدن 312 سومون پول دعوای کسی را بهانه کرده او را از امکان عفو محروم و به 9 سال زندان محکوم کردند.